ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 16 آگوست سال 2024 در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت و قریب $2000 جریمه شدن و برای 5 سال از حق رانندگی محروم کردن یک زن راننده خبر داد که در حالت مستی پشت فرمان ماشین BMW با رقم‌های وایما 9999 تیوی 01 نشسته است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات ملیسیای پایتخت تاجیکستان، قیوم و لیلا محمد سفرونا راننده واسطه نقلیات تمغه BMW رقم‌های قید دولتیش 9999 تیوی 01 از جانب کارمندان بازرسی یا بدعه برای در حالت مستی اداره نمودن واسطه نقلیات بازداشت کرده شد. نسبت به لیلا قیومова طبق طلبات ماده 332 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شد. وابسته به این از جانب دادگاه نهایی اسماعیلی سامانی نسبتش جزا در نمود جریمه مأموری به اندازه 300 نشان دهنده برای صبح‌ها برابر به 21600 سامانی یا قریب $2000 تعیین گردید. قیوم و لیلا همچنین برای 5 سال آینده از حقوق اداره واسطه نقلیات محروم کرده شد. این نخستین مورد در حالت مستی به دست افتادن زنان در پایتخت تاجیکستان نیست. یک مورد پرسر و صدای بازداشت آوازخوان 28 ساله تاجیک حبیبه بازارova معروف با تخلص آسیه در ماه ایول بود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 24 ایول سال 2024 خبر داد که از جانب کارمندان بازرسی ماشین تمغه رنج راور رقم قید دولتیش 5328 MH01 بازداشت کرده شد. در نتیجه سنجش معین گردیده است که واسطه نقلیات به شهروند بازار و حبیبه تعلق داشته. او دیده و دانسته اداره ماشینش را به شهروند برکت سلیم واگذار کرده است و آن هم در حالی که هر دو در حالت مستی قرار داشتند. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان طبق طلبات ماده 332 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده. نسبت به بازار و حبیبه جریمه مأموری به اندازه 300 نشان دهنده برای صبح‌ها برابر به 21600 سامانی یا قریب $2000 تعیین گردیده. برکت سلیم به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم شد. آسیه همان وقت در مصاحبه با نشریه اویلا از جانب کارمندان بازرسی جریمه شدنش به مبلغ 21600 سامانی را تصدیق کرد و گفت مبلغ جریمه را الکی پورا پرداخت کرده است. آسیه گفت حادثه روز 19 ایول در شهر دوشنبه صورت گرفت. آسیه گفت از بس که من مست بودم نخواستم قانون را ویران کنم، بنابراین اداره واسطه نقلیاتم را به اختیار دوستم گذاشتم، ولی نمیدونستم که او هم در حالت مستی قرار داشته است.